آمدی بهار خجسته و عالم افروز، زنده شوی طبیعت عالم، قد بالا کردن سبزه و میسه ها و دانه گندم با برکت، رسیدن از سردی ها به نرمی و گرمی ها و از تاریکی ها به روشنایی، تولید امید آرزوهای نیک. این است هدیه مقدس طبیعت با نام نوروز و آدم و عالم. مردم تاجیک در همه اقصای عالم خوب می‌دانند که نوروز این جشن آبادی و سرسبزی ها، جشن مهر و محبت انسان با یکدیگر و طبیعتی که چون مادر ما را در آغوش گرفته است بوده، جشنی است که اصلا از نیاگانمان به ما میراث مانده است. ما باید افتخار از آن داشته باشیم که نوروز خوشپیک تاجیکان را امروز در سراسر عالم دیگر خلقیت ها چون عید زیبایی و رزق‌آفر و بهاری محض با نام نوروز پیشواز میگیرند. هزار ساله ها گذشته است ولی نه گذشت وقت و عصرها و نه دخالت اجنبیان نتوانستند نام و مهر نوروز مقدس و زیبا و سبزدامن تاجیکان را دیگر نمایند. امروزها در تمام عالم هموطنان ما محض با درک بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی و احساس والای افتخار از وطن و ملت و محبت و صداقت و آیین‌های ملی و هر یک ذره خاک مقدس دیار جشن نوروز مهرآفر و گنجافر را با رعایت همه رکن‌هایش پیشواز گرفته ایستاده‌اند. شهر بلاگویشنسک در قسمت شمال و شرقی شرق دور فدراسیای روسیه جایگیر است. گرچنده در این قسمت دور فدراسیای روسیه هنوز هوا سرد است و زمین برفپوش، ولی هموطنان ما با یک دلگرمی و اعتقاد و اعتماد و باوری با امروز و فردای نیک تاجیکستان عزیز و دستگیری از سیاست آبادکارانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان سرجمعانه و یکدلانه نوروز خجسته و آرشان را جشن گرفته ایستاده‌اند. هنوز از صبح بر وقت مردمان بسیاری با سروری رئیس جمعیت تاجیکان شهر بلاگویشنسک، جوانمرد اصیل و کاردان رحمت احمدزاده و دیگر اعضایان فعال جمعیت تاجیکان خضرعلی مرادوف، حلیمجان حکیموف، امیرشاه کریموف و ده‌ها دیگر هموطنان باننگمون به نوروزگاه جمع آمده بودند تا که این جشن خویشتن‌شناسی و ارج گذاشتن با آیین‌ها و زبان وطنمان را با شرکت مهمانان زیاد در سطح بلند گذرانند. یک نکته را باید یادآور شویم که عنعنه در همه جشن‌های ملی‌مان که در این شهرها برگزار می‌شوند از قبیل روز وحدت ملی، روز نوروز عالم افروز، روز استقلال جمهوری تاجیکستان و دیگر جشن‌های ملی را و شرکت حتمی همه دیگر دیاسپوراهای هموطنان ما را از دیگر شهر و ولایت‌های خود منطقه شرق دور باشند و خود منطقه سیبیر، کارمند مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان محمدی دولتوف به راه ماندند. مهمانان زیاد از دوره هموطنانمان از شهرهای کمسمان لب امور، خبرس، بیرابیجان، ولادیواستوک و دیگر مهمانان کسب و کار گوناگون و معرکه ایدانا تشریف فرمودند. Я первый раз на вашем мероприятии. Мне все очень понравилось. Мне понравилось, что у вас присутствуют все диаспоры, которые проживают в городе Благовещенске. То есть и показывается сплоченность. То есть все люди разных национальностей ведут себя сплоченно и живут дружно. Все ваши угощения мне тоже очень понравились. Поэтому, сладости я не успел попробовать, потому что, просто уже накормили нас. инак чорум сол ҳаст ки мо дар соҳили дарёи амур дар шаҳри благовещенск наврӯзи аҷамро пешвоз мегирем. мехоҳам ки ҳамаи ҳамватанони худамро бо ин рӯзи иди наврӯзи аҷам табрик гуфта дар зиндагӣ умри дароз муваффақиятҳо дар корҳояшон бигузор ҳама вақт хушбахт бошанд. мақсад аз гузарондани ин маъракаи фарҳангии мо нишон додани фарҳанг, нишон додани урфу одатҳои миллии худ, нишон додани таърихи кӯҳани миллати тоҷик мебошад. ва ҳамаи шумо маълум аст ки мо миллати тоҷик як миллати қадимаи ва як фарҳанги бое дорад. албатта ин боиси хурсандист ки мо имрӯз дар ин шаҳрҳо бо якҷоягии диаспора навобаста
ملت تاجیک در این شهرها با دیگر خلق ملت‌های گوناگون همین فرهنگ، رسم و آیین و بایگری خود را نشان می‌دهند. نوروز مبارک. دقت هر یک فرد به نوروزگاه وارد شونده را پیش از همه دسترخوان با برکت تاجیکانه نوروزی با نمایش سر و لباس‌های ملی‌مان به خود جلب می‌کرد و حاضرین از خوراک‌های مخصوص نوروزی از قبیل کلچه‌های شیرمال و قیماقی، آش بریده و سمانک و حلوای سفید و آش پلاو، کشک و فطیرمسکه، چشیده و بار دیگر با مهارت کدبانوهای تاجیک بهای بلند می‌دادند. همه تاجیکای ما صفا جمع روز جشن نوروز رو قید کردیم. من از نام همه هموطنان مردم تاجیک رو به این روز فیروز تبریک گفته بگذار همه وقت در وطن ما آبادی، آسمان صاف و بی‌غبار همه وقت درخشان باشد. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. مراسم سرشویان و عروس براران و تخمبازی بچه ها لحظه همگان را به دیار افسانوی و مقدس تاجیکان رهنمون ساخت. زیرا بهار و جوانی و زیبایی و عروسی این همه رمز نوروز خوشرنگند. شرکت دایره وسیع هموطنانمان بار دیگر نشان داد که هموطنان ما در کجای باشند زیر یک پرچم مقدس تاجیکستان عزیز و جان برابرمان فعالیت میکنند. مردم تاجیک از ازل مردمی هستند دوستدار زیبایی و آبادی و ورزش. از اینجاست که یگان معرکه مردم ما را چی در وطن و چی بیرون از آن نمیتوان به نمودهای گوناگون ورزش به جمله گشتین ملی تصور کرد. زیرا گشتین ملی در عید نوروز همچون یک رمز دلیری و مغلوب ناپذیری مردم تاجیک محسوب می‌یابد. پهلوانان زیاد هر یک می‌خواهد مهارت و چالاکی خود را نشان دهند و دستبالا گردند. زیرا دستبالا گردیدن در معرکه نوروزی این خود یک افتخار و سربلندی و ننگ و ناموس وطنداری نیز به حساب می‌رود. امیرشاه کریموف را همچون جوانمرد اصیل تاجیک و همچنین ورزشگر نامی و دارنده کمربند سیاه در تمام قلمرو فدراسیون روسیه در سمت شینکیاکوشینکای میشناسند و احترام خاص دارند و این جوانمرد باننگ تاجیک توانسته است در ولایت امور ده‌ها شاگردان را تربیت کرده و روی رزمگاه این نمود ورزشی معروف برآورد. خواهان آن هستم که تمامی جوان و نوجوان ملت تاجیک همش باید به این کار سپورت مشهور شوند. نام ملت تاجیک و بیرق ملت تاجیک بلند بردارند. آرزو و مقصد ما همین است که من در این روز جشن نوروز خصوصا ملت تاجیک در این روز نوروز تبریک و مبارکباد میگویم. جشنگیری چنین عیدهای صرف ملی‌مان از جانب هموطنان برون مرزی‌مان بار دیگر از درک بلند وطن دوستی و خویشتن شناسی و آرت والای آنها درک می‌دهد.